شیرین جان چه مقدار قطره آده باید به کوچولومون بدیم؟ ببین شهریار، من میخوام یه نکته رو برات توضیح بدم. قطعا اگر تو قرار باشه به کوچولومون قطره آده بدی و من با قطره بهت بگم، خیلی میزانش با قطره‌ای که من میریزم متفاوته. چون تو یه مردی و قاعدتا وقتی قطره رو فشار میدی، قطره بزرگتری از دست تو ریخته میشه، با من که یه خانومم. پس این کار اشتباهه. ما با سی صحبت میکنیم. کوچولوهای ما به یک قطره چکون یا یک سی قطره آده در طول روز احتیاج دارن. یک سی قطره رو باید به کوچولوهامون برسونیم. چه ساعتی از طول روز من قطره آده رو به کوچولوم بدم تا بهترین جذب رو داشته باشه؟ من شیرینم، توی صفحم یه عالم نکات مراقبتی نوزادان رو بهت میگم. صفحه منو داشته باش، به جواب سوالاتت برس. ببین ماما، بهتره که یه روتین ثابت توی دادن قطره آده برای کوچولوت داشته باشی. مثلا هر روز ساعت 9 صبح قطره آده رو به کوچولوت بده. ولی اگر یه روز یادت رفت و افتاد بعد از ظهر، هیچ عیبی نداره. بهتره که قطره آده بعد از اولین وعده شیر صبحگاهی به کوچولوها داده بشه. به نظر من برای قطره آده الکی هزینه نکنیم. حالا سر قطره آهن یه خود موضوعش فرق می‌کنه، ولی قطره آده قطره خوبیه. ببینید قطره آده‌ای که ما داریم میدیم، حالا یا توی مرکز بهداشتی میگیریم یا از بیرون میگیرین، هر چیز، 2 تا عددش واسه ما خیلی مهمه. حالا من گوشیم روی سلفیه، شما خوب متوجه نمیشید. ببینید باید نوشته باشه ویتامین آ 1500، ویتامین د 3400. این عدد واسه ما مهمه توی هر قطره آده‌ای که شما تهیه میکنید. اگر این 2 تا عدد رو داشت، خیالتون راحت باشه و به کوچولوتون بدین.